اون قداستش، اصالتش حفظ بشه، در عین حالی که بچه ها رو برای زندگی مشترک هم آماده بکنیم. ببینین جناب قوامی، اصلا بحث خانواده ای نیستش که ما بیایم یه مرتبه بگیم آقا ازدواج بکنه، حالا یه ساقدوشی هم کنارش بذاریم و یه چند تا از اصول زندگی رو بهش یاد بده. نه، یه کودک رو باید از کودکی برای زندگی مشترک آماده کرد. خدا حفظ بکنه. استاد ما یه موقعی میفرمودن که یه پدری قلکی برای بچهش خرید، برای پسر بچهش، روزی 1 قرون هم بهش میداد. این پولا رو مینداخت تو این و خیلی هم کیف میکرد، پولا میافتاد تو قلک و اینا. قلکی که پر شد حالا بابا جون بشکونیمش، شکوندش، حالا بریم برای مادر تو، خواهر تو اینا خرید بکن. برد اینا رو خریدم کردن. بعد ایشون میگفت ببینید از اون موقع به این بچه داشت درس زندگی رو یاد میدادیم پدر، که برای خانواده باید چجوری هزینه بکنی، خسیس نباشه، دوگم نباشه، بسته نباشه. لذا اینکه ما میگیم بچه ها رو باید خانواده دوستوار بیاریم، یعنی یه طی طریقی لازم داره، به این سادگی اتفاق نمیفته. یکی دیگر نکاتی که توی تربیت بچه ها، اعتماد به نفس بچه هامون رو باید بالا ببریم. میدونید اعتماد به نفس به معنای باور داشتن توانایی های خدادادیه. یعنی تک تک این فرزندان ما یک گنجینه بی‌نظیری از استعدادها و توانمندی ها هستن. فقط باید باور بکنن که خداوند متعال گنجینه های متعددی رو در وجودشون قرار داده. اینا باید بلد باشن و ما هم کمکشون بکنیم که اینا استخراجش بکنن، به مرحله اجرا برسونن. اصلا بخشی از تربیت هم یعنی همین دیگه. تربیت یعنی شکوفاسازی استعدادهای بالقوه. یعنی ما باید این کار رو انجام بدیم. اعتماد به نفس به این ضریب میده، کمک میکنه که بچه ها بیشتر توانمندی های خودشون رو باور داشته باشن و از اون بهره بگیرن در مسیر رشدشون. خب میدونید افرادی که اعتماد به نفس خوبی دارن، اینا قطعا در زندگی آیندهشون میتونن یک انسانهای موفق، مؤثر، اتفاقا برای جامعهشون هم خیلی تأثیرگذار باشن. این هم یکی از ویژگی هاست. یکی از ویژگی ها ولایت پذیری رو ما باید در بچه ها شکل بدیم. چون یکی از بالاخره نکاتی که الان داره اتفاق میفته، برخی ها میگن آقا ما ولایت پذیر نمیخوایم باشیم، میخوایم آزاد باشیم، ولی عملا اینجوری نیست جناب آقای قوامی. ما یه ولایت الهی داریم، یه ولایت شیطان. این وسط هم هیچ چی نیست. یعنی یکی بگه نه من نه ولایت شیطان رو قبول میکنم نه ولایت خدا رو قبول میکنم. یعنی شما از نور خارج بشی وارد ظلمت میشید. یعنی اینکه بگیم آقا این وسط یه فضای خاکستری هم هست، نه. بلذا فردی که از ولایت الهی خارج بشه قطعا تحت ولایت شیطانه. یعنی درش شک نکنه، فکر نکنه تحت مثلا ولایت عقلشه یا فکرشه، نه، خارج میشه از اون ولایت. لذا ما میگیم بچه ها رو این ولایت پذیری رو باید درشون شکل بدیم. اصلا در محیط خونه این گاهی اوقات شکل میگیره. وقتی در محیط خونه بچه ها ولایت پدر رو قبول کنن، الان شما میبینید اینجوری نیست. بچه ها نمیپذیرن بابا کیلوی چند، اصلا توجه نداره. تو عمده موارد من خودم رصد کردم و دیدم اشکال از ناحیه خود پدر بوده. بله. یعنی یه جوری برخورد کرده که این اجازه، یعنی این فضا ایجاد شده که پسر راحت میتونه بی احترامی کنه، هر کاری بکنه. بله، یا دختر یا حتی همسر. ولی به نظرم میادش که این رو ما باید احیا بکنیم. برای همین میگیم که بچه ها رو از الان باید با این فرهنگ آشنا بکنیم، یاد بگیرن که اینا اگر ولایت پدر رو در خانه پذیرفتن، بعد میبینیم ولایت امام معصوم رو میپذیرن، ولایت پیامبر رو میپذیرن، ولایت الله رو میپذیرن و در اصل قیمت هم که ولایت فقیه رو میپذیرن. یعنی این فردی که توی این مسیر حرکت بکنه قطعا میتونه یک فرد موفقی باشه
فردی که در مسیر حق قطعا گام بر می‌داره. یکی از ویژگی‌ها مسئولیت پذیریه. یعنی ما یکی از شاخص‌های تربیتی باید بچه‌ها رو مسئولیت پذیر هم بار بیاریم. حالا می‌دونیم تو مسئولیت پذیری هر دوره یک تعریفی داره که باید از همون ابتدا شروع بکنیم. مثلا گاهی اوقات از غذا خوردنش، یعنی بچه 2 ساله بالاخره یاد بگیره که باید غذاش رو خودش بخوره. حالا 3 سالش شد یاد بگیره کفشش رو خودش بپوشه. مدرسه رفت یاد بگیره که تکلیفش رو باید خودش انجام بده. نمیدونم کلاس 4 و 5 رفت بدونه که باید اتاقش رو کامل خودش مرتب بکنه. این فرد اگر توی شیبی این مسئولیت پذیری رو یاد بگیره، بعد میبینید که وقتی هم در یک اداره محیط شغلی، کاری، در یک فضای اجتماعی قرار گرفت، مسئولیت پذیر میشه. و ما چقدر الان داریم چوب این عدم مسئولیت پذیری ها رو میخوریم. یعنی مثلا میبینید فرد مسئولیت یک مجموعه ای رو داره، مسئولیت یک اداره ای رو داره، مسئولیت خدمت شما عرض کنم یه خانواده ای رو حتی داره، ولی نمیپذیره. هم چند روز پیش اون بنده خدا یه خانمی آمده و پیش بنده میگم آقای تراشو من شوهری دارم 4 ستون بدنش سالم، اون قوی سالم، نمیره سر کار، کارم براش پیدا میشه. میگه برم سر کار که مثلا بدم به شما مفقورا بخورید، مثلا به زنش بچهش. خب این یه مسئولیت زن و بچه رو قبول نمیکنه. حالا چرا واقعا اینجوری بار اومده؟ متاسفانه باید بریم ببینیم پدر مادرش چطور اینو تربیتش کردن، یا اون محیطی که رشد کرده چطور اینو تربیت کرد. بعد باورتون نمیشه این خانومش میگه آقا فکر میکنم الان با 1-2 تا بچه طلاق بگیرم چه مشکلات داره، خودم رو بکشم دوباره چه مشکلاتی داره. میگم همه جور فکری به ذهن من میاد. چرا؟ چون یک مردی مسئولیت اون خانواده ای رو که باید عهده‌دارش باشه نپذیرفته. چرا؟ چون قطعا اینجوری تربیت نشده دیگه. الان مثلا زن و بچهش دعاگوشن، هر که بشنوه الان بیننده های ما شنیدن مثلا برای این مرد میشنن مثلا دعا میکنن یا میگن بیچاره زنش، چقدر زن سیاه‌بخته که این شوهر رو داره. اینم یه نکته. خیلی ممنونم. بله. اگه اجازه بدید ما اینجا یه فاصله بله. بگیریم، نکات بعدی هم از شما میشنویم و یاد میگیریم. بفرمایید. خواهش می‌کنم. بله، خیلی ممنونم که هنوز پای تلویزیون نشستین و با دقت داریم نکاتی که جای تراشیون میفرمایند که درباره تربیت فرزندانمون همش انصافاً حیاتیه. هر کدومش رو که میفرمایند چقدر مهمه و اگر ما بتونیم اینها رو رعایت بکنیم که حالا جزئی‌تر میفرمایند کم کم تو برنامه‌های بعدی که ما چطوری میتونیم اینا رو در فرزندانمون ایجاد بکنیم، خیلی میتونه مثمر ثمر واقع بشه. آقا در خدمت. بله، من حالا قبل از اینکه نکته بعدی رو بهش اشاره بکنم یه مسئله رو با خانواده‌های بزرگوار در میون بگذارم و اینه که قطعا خود خانواده‌ام این ملاک‌ها رو همینجوری یادداشت بکنن، توی راهبردهای زندگیشون میتونن راهکارهایی رو پیدا بکنن. ما ببینید الان تو عصری نیستیم که بگیم آقا نمیتونیم به اطلاعاتی دست پیدا بکنیم. بالاخره میگن آقا عصر انفجار اطلاعاته، انقدر اطلاعات انباشته شده دیگه منفجر داره میشه و تقریبا هم همه خانواده‌ها به نوعی حالا میتونن با مطالعه کردن، گاهی اوقات حتی با یک تلفن، ما الان چقدر تلفن‌هایی داریم پاسخگوی مشاوره‌ای هستن. همینطوره. مثلا اگر ما میگیم الان بچه‌م مسئولیت پذیر نیست، با یه تلفن میتونیم تماسی بگیریم خدمت شما کنم اینو بپرسیم من یه کارشناسی که چطور فرزندم رو مسئولیت پذیر بار بیارم. یه نکته دیگه هم که اینم نکته مهمیه قبل از اینکه بقیه مسائل رو مطرح بکنیم، اینه که خیلی هم زود دیر میشه دیگه. اینو بدونیم، یعنی معطل نکنیم تو تربیت بچه، این دست اون دست بکنیم که مرتبه ببینیم داد و بیداد بچه هم بزرگ شدن، در کنار خوبیاشون یه ایرادایی هم دارن، ما تلاشی برای رفع اون ایراداتشون نکردیم. من میتونم یه خواهشی از شما بکنم؟ ببین الان مخصوصا نکاتی هم که شما فرمودید، حالا این هم که واقعا نهیبی بود که خیلی وقتا خیلی زود دیر میشه. اینی که فرمودید حالا مردم با مطالعه، با
تلفن و تماس و اینها. خب دوستانی که برنامه ما رو دارن تماشا میکنن امیدشون اینه که از اینجا پاسخشون دریافت بفرمایید. البته که شما نکات رو دارید میفرمایید به مرور و اگر واقعا کسی بیننده کل مجموعه فرمایشات شما باشه قطعا به پاسخ سوالش خواهد رسید. اما ممکنه سوالات موردی باشه که پاسخش رو واقعا ندونن و دلشون بخواد پاسخش رو از شما دریافت بکنن. تو پیامک‌ها ما خیلی تاوال. اگه موافقین ما یک جلسه ای رو مثلا هفته بعد، نه هفته بعدترش رو بذاریم اختصاص بدیم به پاسخ سوالات مردم انشاءالله. و الان من بخوام از مردم سوالاتشون رو بفرستن تو حوزه مسائل تربیتی خانواده خودشون یا عزیزانشون، شما پاسخ بدین. اشکال نداره؟ نه خیر. خیلی هم خوب. دست شما درد نکنه. پس 3720 حالا سامان پیام‌گذار برای شما زیرنویس میشه. زحمت بکشید هر سوالی که دارید که تا حالا زیاد بوده دوباره مجدد ارسال بفرمایید همین امروز و حالا تکرار برنامه رو که می‌بینید میتونید سوالاتتون رو مطرح بفرمایید. ما هفته آینده نه هفته بعدش رو انشالله به سوالات شما میرسیم پاسخ. خیلی ممنون که قبول کردید. یکی از ویژگی‌هایی که ما باید در بچه‌ها ایجاد بکنیم یه آرامش درونی بهشون بدیم. این بچه‌هایی که خیلی پرتلاطمن، هیجانات زیادی دارن، اینا قطعاً تو زندگیشون موفق نمیشن. آدمای پرهیجان معمولا آدمای پرچالشن و چالش هم زیاد ایجاد میکنن برای دیگران. ولی افرادی که یه آرامش درونی دارن، طمأنینه‌ای دارن، با اندیشه و فکر صحبت میکنن، کنترل هیجانات رو دارن، اینا انسانایی هستن که معقول ترن. یعنی حرفی که میزنن سنجیده تره، رفتاری که انجام میدن سنجیده تره. بچه ها رو به گونه‌ای بار بیاریم که این ویژگی رو هم انشالله داشته باشن، این آرامش درونی رو داشته باشن. یکی دیگر ویژگی که باز به نظرم میاد این ویژگی هم ویژگی موفقیه برای بچه ها، پیشرو بودنشونه. یعنی ببینید خیلی مواقع برخی آدم ها ظرفیت های خیلی خوبی دارن ولی نمیتونن یک نقش بالاخره پیشروی رو داشته باشن، جریان سازی رو داشته باشن. آدم یه موقعی شاید شما هم برخورد کردیم، ما هم زیاد برخورد کرد، این آدم خیلی توانمندیه ها ولی همیشه در حد یک کارمند ساده مونده. دلیلش چیه؟ خب مثلا اون اعتماد به نفس رو نداره. بهش یاد ندادیم که اگر بخواهی تو یک زمینه پلکانی رشد بکنی باید چطور رشد بکنی. تو بچه ها میشه این رو الان آموزش داد، یاد داد که همیشه اینجوری نباشه که دنبال روی دیگران باشه. توی مهمونیات دیدیم برخی بچه ها ماشاءالله پیش رو مثلا بلند میشه میدوه، همه دنبالش میدوه. حالا میگه بیایم بازی کنیم، همه میان بازی میکنن. حالا بریم تو حیاط، همه میرن باش تو حیاط. این شکل بچه‌هایی هستند که خوب رهبری میکنند یه گروه رو و آدمای موفقی هم میشن. ما سعی کنیم بچه‌هامون رو از این جنس تربیت بکنیم. یعنی راضی نبودن یا اکتفا نکردن به جایگاه فعلی و تلاش رو ادامه دادن و رسیدن به مدارج بالا. بله، برای رشدشون. البته که تو مسیر درست دیگه، مثلا مسیر علمی، اخلاقی، موقعیت‌هایی که ممدوح و پسندیده است. مثلا یکی می‌بینی بچه واقعا توانمندیه ولی مثلا می‌بینیم در یه حد باشگاه محلی میمونه. یعنی این نگاه رو نداره که من حالا میتونم مثلا در حد شهرم، استانم، حتی کشورم بتونم بالاخره افتخار آفرینی بکنم. آدمای پیشرو اینجوریه، یعنی به اینی که هستن قانع نیستن، میگن ما باید رشد بیشتری بکنیم. البته میدونی قناعت خوبه. همین الان داشتم به این فکر می‌کردم یه ذره اینجا داره نزدیک میشیم به اون جایی که مثلا از یه طرف میگن قناعت خوبه، راضی بودن به داده خداش خوبه، شکر کنین. خیلی اینا چجوری باید از هم تفکیک؟ حالا عرض می‌کنم اون جایی که خدمت شما عرض کنم به ما توصیه میشه به قناعت، جاهایی هستش که بوی اسراف توش میاد، بوی زیاده خواهی توش میاد. بله بوشه. ولی یه جایی نه، من یک ظرفیتی دارم میتونم خدمت شما عرض کنم دیگران رو بهره ببرم، افتخار آفرینی بکنم، کمک بکنم. من میگم حتی کسب روزی چه اشکالی داره؟ من میتونم ادامه بدم، روزی بیشتری کسب بکنم و اونو در اختیار نیازمندان قرار بدم، نه همه رو برای خودم. حالا یک زاویه دیگه من میخوام برای بینندگان عرض بکنم.
خیلی مواقع پیش میاد مثلا شما یکی رئیس یک اداره است که واقعا لایق اون جایگاه ممکنه نباشه، یه فردی پایین تره ولی واقعا خیلی توانمنده، ولی به دلایلی که روحیش مقداری ضعیفه، اعتماد به نفسش ضعیفه، این پایینه میمونه. در حالی که اگر همین میشد رئیس اون مجموعه چقدر میتونست برای تو پیشرفت مجموعه کمک بکنه. از این جنس ما میگیم پیش رو بودن. درست. یکی دیگر ویژگی های خدمت شما عرض کنم که موفقیت یک نسل میتونه باشه، خودباوریه، باور داشتن خود. یعنی میدونین انسان هایی که خود باخته میشن اینا معمولا هویتشون رو از دست میدن. ما میدونیم در یک کشوری زندگی میکنیم هم لحاظ فرهنگی خیلی غنی هستیم. شما این بالاخره اقوام مختلف آدم وقتی میره میانشون واقعا لذت میبره که چقدر قوت دارن، چقدر اصالت دارن. هم لحاظ دینی و مذهبی ما یک اصالت خیلی قوی داریم و تلفیق اینا و ترکیب اینا همون میشه که حضرت آقا فرمودن سبک زندگی ایرانی اسلامی. این یک هویته، اینو ما باید بهش باور داشته باشیم. یعنی کاری نکنیم که بچه هامون دوچاری خودباختگی بشن که نه اون فرهنگش براش دیگه مهم باشه، نه اون مذهبش براش مهم باشه، نه ملیتش براش مهم باشه. و اینا معمولا هم میدونین دوچار خیلی آزارهای روحی و روانی در آینده میشن. چون در برخی روایات داریم خیلی زیباست، میگن انسان متعلق به هر مکانی که باشه در اونجا آرامش بیشتری میگیره. خیلی هم اینو میگن. مثلا مهاجرت کرده از شهرش روستاش اومده رفته یه شهر بزرگی برای کاری چیزی، میگه من هر وقت برمیگردم اون روستا یه حس خوبی دارم. این آرامشه برای اینه که اون خاک به اون انسان میده. من میخوام میگم اون هویت ما می آرامش رو به ما میده و بعد بچه هامون رو به گونه بار بیاریم که این هویتشون بلا هر جای دنیا رفتن، یکی ممکنه برای تحصیل هم بره خارج از کشور ولی هویتش براش مهم باشه. یعنی همیشه به تعبیر من فریاد بزنه که مثلا من یه بچه ایرانی هستم، این براش مهم باشه. نه اینکه تو ایران هم هست تیپش، قیافش، مدلش یه جوری باشه که از تشخیص نده این بچه این آب و خاکه. ما میگیم این خودباوریه رو باید توی بچه هامون شکل بدیم و به نفعشونه، به سلامتشون کمک میکنه، به هویتشون کمک میکنه. یکی دیگر نکاتی که به نظرم ما باز اینم نیاز داریم شکل بدیم در بچه هامون، اهل گذشت باشن. میدونیم بالاخره انسان توی یک جامعه‌ای داره زندگی میکنه، با انسان‌های زندگی میکنه از طیف‌های مختلف، روحیات مختلف. ممکنه آسیب‌هایی به انسان بزنن، آزارهایی به انسان بزنن. تا جایی که ظلم به انسان نشده انسان باید اهل گذشت باشه. ولی اگه یه جای ظلم شد بله انسان باید حق خودش رو بگیره. ما نمیگیم باید انسان ظلم پذیر باشه، ولی یه جایی میبینیم نه، یه کسی خطایی کرده، اشتباهی کرده، میشه چشم پوشی کرد، اومده عذرخواهی میکنه، معذرت خواهی میکنه، آدم بپذیره عذرش رو. در اون روایت هم داریم اگر یکی از دست راست شما اومد یه بدی در حقتون کرد، از سمت چپتون داشت خارج میشد عذرخواهی کرد، عذرش رو بپذیرید. یعنی در همین فاصله ایراد و اشکالی که وارد کرده و ظلمی که، حالا ظلم نگیم، بدی که در حق کرده گذشت بکن. و روحی گذشتم خیلی خوبه. حالا من یه توضیحم اینجا بدم خیلی جالب بود. اخیراً یه آقایی آمده بود پیش بنده، حالا داشت درباره فرزندش نکته ای رو میگفتش که حاج آقا من گاهی اوقات از خانومم برخی درخواستا رو نمیکنم. مثلا الان تشنمه، نمیگم خانم آب بیار یا مثلا لباسم رو اتو بکن یا فلان کار بکن. گفتم چرا؟ خب میترسم نکنه این کار رو و
خدمت شما عرض بکنم عذاب وجدان بگیره. برام مهمه که اون آرامشش حفظ بشه. یعنی تا اینجا من دقت میکنم و این انسانای اینجوری پیدا میشن تو مراوداتشون، برخوردشون تو زندگی مشترک، بعد که همسرش عذاب وجدان نگیره که نتونسته این کار را انجام بده. خیلی ممنونم آقای تراشیون عزیز از نکات دقیق و ظریفی که فرمودید در حوزه مسائل تربیتی. مثل همیشه خیلی کاربردی و استفاده کرد. بزرگوار تمرین ندارین؟ سلامت باشید. محبت دارید. خدا نگهدار شما باشه. همچنین مراقب خودتون عزیزانتون باشید. این 3720 هم سامانه پیام کوتاه ما هست که بعد سوالات رو زحمت بکشید ارسال بکنید. التماس دعا یا حق. خداحافظ.